سلام دوستان، اومدم بالای گنبد میدون شاه خودمون که اسمشو گذاشتن میدون امام. اومدیم داربستشو ببندیم. نه منظرش از دور و برش شهر اصفهان. این چی به روز آثار باستانیمون آوردن؟ خدا وکیلی اصلا آدم دلش میسوزه. این اگه دست عربا همچین چیزی داشتن همه چی شاید طلا میگرفتن. آخوند فقط دزدی تو کارشونه. این داربست من این دور گنبد کار دارن. وحید 3 تا 4 متری اینجا هست. نه با چی کارت دارن؟ یه عکس دیگه. یه وقت یه چیز میشه دیگه وایرال میشه، کار افورمو میکنم. من میدونم من یه چیزیه. من هیچ میدونم